بچه‌ها سلام، من کیارشم. صدای منو میشنوید از تورنتو. امروز آموزش داریم، آموزش پوکر. چجوری پوکر بازی کنیم؟ قسمت اول، مرحله مقدماتی. هر کس به صورت رندوم 2 تا کارت میگیره. این بازی بین 2 تا 9 نفر انجام میشه. بهترین حالت هولدم 8 نفره هستش. ما فرض میکنیم الان داریم 6 نفره بازی میکنیم. هر نفر 2 تا کارت به صورت رندوم میگیره. 5 تا کارت روی زمین میخوره. 1 کارت میسوزه. 3 تا کارت باز میشه. اسم این 3 تا هستش فلاپ. 1 کارت میسوزه. 1 کارت دیگه باز میشه. اسم این هستش ترن. 1 کارت میسوزه. کارت آخر اسمش هست ریور. خب همونجوری که گفتم 5 تا کارت رو زمین میخوره. 2 تا کارت هم هر نفر دارن که به صورت رندوم پخش شده و ما خبر از کارت های دیگران نداریم که چیه. کارت ها رو باز میکنیم. وقتی کارت ها باز میشه هر کسی بین این دست ها توی یه رنکی قرار میگیره. یکی های کارت داره، یکی وامپر داره، یکی توپر داره، یکی ست داره، یکی استریت داره، یکی فلاش داره. با توجه به اینکه کی رنکینگ بالاتری داره اون پاتو میبره و اون دست رو میبره. اینجا برای مثال من دستم باز شده، ایس دارم و کوین. زمین خورده 9 کینگ جک ایس. 2 تا کینگ خورده. این یعنی یه پر من رو زمین دارم که مال همه پلیراست. یعنی که همه پلیرها پر کینگو دارم. من علاوه بر این پر ایس هم دارم. پس من اینجا تو پر ایس روی کینگ هستم با کیکر کوین. کوین کجا میشینه؟ جای 9. پس ما الان به این نتیجه میرسیم که 2 تا کارت داریم تو دستمون. 5 تا کارت هم رو زمین هستش. بین این 7 تا کارت ما باید بهترین 5 کارت بازی رو بچینیم. یعنی چی؟ یعنی که 2 تا کارت خودمون رو با اینا جوری میکس کنیم که بهترین 5 تا چیده بشه. برای مثال اگر این دست بود، دست من برد رو بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی که خود برد بهترین 5 تا کارت. من حتی های کارتی ندارم که به جای 9 بخوام قرارش بدم. یا کارت بعدی که باز میکنیم، کارت بعدی کوین های هستش. کوین های یعنی چی؟ باز دوباره میریم به همون مطلبی که گفتم. 2 تا کینگ هستش که مال همه پلیرها الان پر کینگ رو دارن. اینجا من کوینم به جای 9 میشینه. پس من میشم کوین های. اگر کس دیگه ای باشه که کوین نداشته باشه، مثلا 10 داشته باشه، به من این دست رو میبازه. مثلا این دست الان 10 داره، 10ش جای 9 میشینه ولی من کوینم جای 9 میشینه. پس من کوینم بزرگتر از 10 مونه. پس من کوین هایم اون تنهای رو میبریم. و همه این کوین های و تن های و اینایی که تا الان دیدین به اون دست اولی که ایس داشت باز دوباره میبازه. چرا؟ چون ایس پر داره. پرش میشینه جای 9، کوینش میشینه جای جک. خب الان بیس کلی بازی رو یاد گرفتین که باید 5 تا کارت از بهترین کارت ها رو بچینیم. حالا میریم سراغ این که بازی به چه صورتی شروع میشه و به چه صورتی بلایند ها انجام میشه، آپشن ها چی هستش، چجوری بازی میچرخه. اولین موردی که تو این بازی اتفاق میفته پوزیشن دیلر هستش که باید مشخص بشه دیلر چه کسی هستش و بازی از کجا شروع میشه. هر دست این دیلر پوزیشنش عوض میشه، به سمت چپی انتقال داده میشه. این بازی کلا چه آپشن ها، چه جابجایی دیلر ها، چه بلایند ها، همه چی ساعتگرد تغییر میکنه. یعنی اگر دیلر اینجا باشه دست بعدی دیلر اینجا میره، دست بعدی به ترتیب میچرخه. برای مشخص کردن دیلر پوزیشن میان کارت میکشن. اگر مثلا 9 نفر تو بازی باشن بزرگترین کارت به هر کی برسه اون میشه دیلر. بچه دیلر به این معنی نیستش که صرفا دست هم بده. دیلر تو بازی‌های دوستانه شاید هر کسی وقتی دیلر میشه خودش دست بده، ولی تو بازی‌های حرفه‌ای دیلر خودش دست نمیده. همیشه یه دیلری هستش که واسه همه دست میده و این فقط یه پوزیشن هستش که اسمش دیلر هستش. حالا کارت ها پخش میشه. مثلا ما در نظر میگیریم الان 7 نفر اینجا هستن. بزرگترین کارت 9، این میشه دیلر. وقتی که من میشم دیلر، سمت چپم میشه اسمال بلایند، سمت چپیش میشه بیگ بلایند. حالا اسمال و بیگ چجوری مشخص میشه؟ یک کسی اینوایت میکنه توی بازی، به شما میگه این بازی 5-10، یعنی $5 $10. یعنی که اسمال بلایندش $5، بیگ بلایندش $10. برای اینکه راحت‌تر متوجه شین چیپ میذارم که یکم درکش راحت‌تر بشه براتون. اسمال بلایند $5، بیگ بلایند $10. این با توجه به اینه که بازی به چه صورتی استارت خورده. یعنی که بازی ممکنه $1 $2 باشه، اون وقت اسمال بلایند میشه 1، بیگ بلایند میشه 2. اوکی، حالا کارت ها به چه صورت پخش میشه؟ دیلر اینجا، سمال بلایند و بیگ بلایند قبل از اینکه کارت بگیرن مجبورن که پولاشون رو بذارن تو. یعنی که
مهم نیستش که کارتاشون خوب باشه بخوام بازی کنن یا نخوام بازی کنن. این بلایند هایی هستش که باید حتما بذارن. کارتا بر میخوره، شروع میشه، کارتا به صورت رندوم پخش میشه. مثلا در نظر میگیریم ما 1 2 3 4 5 6 7 نفره داریم بازی میکنیم. سمال بلایند $5 رو گذاشته، بیگ بلایند $10 رو گذاشته. نفر بعدی بیگ بلایند اسمش هست آندر د گان که بهش میگن UTG. نوبت اون اولین صحبت رو بکنه. آپشن هایی که داره 3 تا آپشن داره، یا $10 رو کال کنه، یا فولد کنه، یا ریز کنه. از این 3 تا آپشن باید یکیشو انتخاب بکنه. اگر ریز بخواد بکنه باید مینیمم 2 برابر این $10 رو ریز بکنه، یعنی بزنه $20 به بالا. میتونه 25 بزنه، میتونه 22 بزنه، هر چی که دلش بخواد. ولی اگر بلایند $10 باشه تو ریزش نمیتونه بگه $15 ریز میکنه، اونجا جاست کال حساب میشه. پس یا کال کنه، یا ریز کنه، یا فولد کنه. ریز یعنی که 2 برابر به بالا، کال یعنی با همین $10 میاد تو بازی، فولدم یعنی که من کارتامو میدم پولم نمیدم، این دستو نمیخوام بازی کنم. حالا باید ببینه کارتاش چی هستش که اونو تو قسمت بعدی بهتون میگم که چه کارتای خوبه برای شروع، چه کارتای خوب نیست. این الان کارتاش خوب نبود فولد کرد، این کارتاشو نگاه میکنه، اینم فولد میکنه، مثلا کارتاش خوب نیست. حالا میایم سراغ این کارت. این کارت الان کارتاش خوبه، میخواد بازی رو ریز کنه. اینجا میاد میگه $10 رو من ریز میکنم به $25 مثلا. این $25 رو میریزه. اینجا آپشن میشه دوباره با ایشون که میخواد اینو ریز کنه، یعنی باز دوباره بکنتش $50 به بالا، یا فولد کنه، یا فقط همینو کال کنه. این فولد میکنه، این کارتاشو نگاه میکنه، این میگه آقا من میخوام بازی کنم، کال میکنم. اینم فقط کال میکنه $25 رو، 25 اینو کال میکنه، میرسه به اسمال بلایند. اسمال بلایند یا میتونه کال کنه، یا میتونه ریز کنه، یا میتونه $5 رو بده و فولد کنه. اسمال بلایند هم اینجا کال میکنه مثلا، ولی خب به اسمال بلایند دیگه $20 هستش، چون آلردی $5 اومده. به بیگ بلایند هم $15. کارتاشو نگاه میکنه، این میگه من آشغال کارتام، فولد. این پولا جمع میشه، پولا که جمع میشه این وسط به این پولا میگن پات. حالا مقدار پات چقدر هستش و اینا رو هم باز دوباره جلوتر قسمت‌های بعدی بهتون میگم که پات آدز چیه، چه مقدار باید بت کنیم وقتی پات مثلا $50 و بازی چجوری میچرخه. این قسمت فقط قسمت اوله که چجوری پوکر بازی کنیم، یا اینکه کلا پوکر چیه بیسش. یه کارت همونجوری که گفتم میسوزه. 3 تا کارت رو میشه که اسمش هست فلاپ. حالا فلاپ اومد الان اینجا 3 تا پیک 6 7 8. سر صحبت با اسمال بلایند دیلر منم. اسمال بلایند باید اولین نفر صحبت کنه. 2 تا آپشن داره، چک و بت. یا باید چک کنه بگه الان فعلا هیچ بتی ندارم، هیچ شرطی نمیخوام ببندم، یا اینم که بت کنه بزنه $20 $30 $40 هر چقدر که میخواد. حالا ما دستاشو نگاه میکنیم، مثلا چک میده، اینم چک میده، اینم چک میده، همه چک میدن. ترن میاد 8 دوباره. حالا مثلا این میزنه $20. این که میزنه $20 این میگه آقا من دیگه فولد میکنم. این 3 تا آپشن داره دوباره، کال کنه، فولد کنه، ریز کنه. این فولد میکنه، این کال میکنه $20 رو مثلا. اینجا دوباره پولا جمع میشه، میاد توی پاد، یه کارت میسوزه، یه کارت میره روی ریور. این دوباره میگه من میخوام بت کنم، مثلا میزنه $20 دوباره. این دوباره کالش میکنه. اینجا دست ها باز میشه که ببینن کی چی داره، که دیلر اینجا میتونه کمکتون کنه که آقا مثلا شما بردی یا باختی. یعنی اگر خیلی هم اطلاعات نداشته باشین همیشه دستاتون رو باز بکنید، به خاطر اینکه یه وقتی هستش که شما خودتون متوجه نیستین که آقا ممکنه ایس های من خوب باشه، بعد دستتون رو ماک میکنین. دستو ماک کنین، دستو ببندین، دیلر نمیتونه نگاه کنه بگه او شما بردین. همیشه دستاتون رو باز کنین. دستو که باز میکنین دیلر وظیفشه که به شما بگه بردین یا باختین. اینجا دستا باز میشه، این داره ایس های، این داره پر 5. کدوم دست بهتره؟ قطعا پر 5. چرا؟ چون تو رنکینگ گفتیم این ایس های ضعیف ترین دست بازیه، این وامپره که البته اینجا ما 2 تا 8 داریم که این هم میشه 2 پر. پس 2 تا 5 این کجا میشینه؟ جای کوچیکترین کارت های بازی میشینه. یعنی چی؟ یعنی 4 و 6 برداشته میشن، 2 تا 5 میان، میشه 2 پر 5 و 8 با کیکر 7. این یکی چی میشه؟ این یکی میشه پر 8 با کیکر ایس، یعنی ایس های که جای 4 میشینه، حالا کوینش هم جای 6 میشینه. پس این دست رو پر 5 میبره. این پولا میاد برای اونی که پر 5 داشته. به همین راحتی و سادگی. اولین دست و ضعیف‌ترین دست پوکر های کارت هستش. یعنی چی؟ یعنی که شما تو اون 5 تایی که دارین هیچ پری ندارین، هیچ تو پری ندارین، هیچ استریت فلاش، هیچ چی ندارین.
و های کارتتون حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی که بهترین، بالاترین و بزرگترین کارتی که دارین حساب میشه که تو اینجا الان میشه ایس کوین. پس شما های کارت ایس هستین تو این دست، پس این میشه های کارت، ضعیف‌ترین دست بازی. دست بعدی که باید باهاش آشنا بشین پر هستش، یعنی 2 تا شبیه هم داریم. اینجا الان پر 5 داریم که میشه وان پر که میشه دست دوم بازی. دست سوم بازی که قوی تر از اون 2 تا هستش تو پر هستش. یعنی چی؟ یعنی 2 تا 8 دارین، 2 تا 10 دارین، 2 تا شبیه هم دارین، پس اینجا میشه تو پر که باز دوباره از وان پر بهتره، از های کارت هم بهتره. دست بعدی تریپس یا ست هستش که 3 تا شبیه هم دارین. اینجا یه توضیح هستش که باید یاد بگیرین که فقط هم تو اسم هستش، تو رنکینگ زیاد فرقی نمیکنه. بچه اگر این 2 تا دست من باشه و یه 2 رو زمین بخوره اسمش هست ست، ولی اگر من یه 2 داشته باشم با کینگ رو زمین 2 تا 2 بخوره اسمش هست تریپس. ولی توی رنکینگ از لحاظ قدرت هیچ تغییری نمیکنه تریپس با ست، اونقدی تغییر نمیکنه. فقط فرقش مثلا اگر شما 2 تا 2 داشته باشین رو زمین بخوره 2، اینجا یه تکراری بخوره شما دارین فول هاوس. اگر شما یه 2 داشته باشین با این دهه رو زمین بخوره 2 تا 2 و 10 باز هم دارین فول هاوس. پس فقط بیشتر اسمش هستش که تغییر میکنه تریپس با ست. دست بعدی که باید یاد بگیرین بعد از تریپس یا ست استریت. استریت چیه؟ یعنی که 5 تا کارت پشت سر هم قرار بگیره. 5 6 7 8 9 از هر جایی میتونه باشه. میتونه از 2 باشه تا 6، 2 3 4 5 6، میتونه از 5 باشه تا 9، میتونه به بالا پایین، فرقی نمیکنه. دست بعدی که باید یاد بگیریم فلاش هستش یا رنگ. یعنی که 5 تا کارتی بچینین که یک خال هستن، یک رنگ هستن. میتونه گیشنیز باشه، میتونه دایموند باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه، حتما نباید صرفا گیشنیز باشه. دست بعدی که باید یاد بگیرین فول هاوس هستش. فول هاوس چیه؟ 2 تا شبیه هم، 3 تا دیگه هم شبیه هم. این دست ها هر چی که داریم جلوتر میریم قدرتش هم داره بیشتر میشه، امکان اتفاق افتادنش هم داره کمتر میشه. یعنی شما آدز گرفتن فول هاوس توی یه شبی که دارین بازی میکنین خیلی کمتر از مثلا توپره. توپر شاید شما 3 دست توپر بشین ولی توی یه شب شاید 1 بار فقط فول هاوس شد. بعد از فول هاوس میرسیم به کواد، قوی تر از همه اونایی که تا الان یاد گرفتیم. یعنی که 4 تا شبیه هم باشه، میتونه 4 تا جک باشه، میتونه 4 تا ایس باشه، میتونه 4 تا کوین باشه. 4 تا 4 ما اینجا داریم، این میشه کواد 4. به چه صورت ممکن اتفاق بیفته؟ ممکنه شما 2 تا کارتی که دو دستتونه باشه مثلا 4 و سرباز، زمین بخوره 4 4 4 شما اینجا کواد دارین. یا اینکه میتونه به این صورت باشه 2 تا 4 تو دستتون دارین رو زمین بخوره 2 تا 4، پس این میشه کواد 4. بعد از کواد 4 قوی ترین دست بازی استریت فلاش هستش. استریت فلاش یعنی چی؟ استریت رو که گفتیم پشت سر هم باشه، فلاش هم که گفتیم رنگش یکی باشه. حالا استریت فلاش پشت سر هم باشه و رنگش یکی باشه همزمان، یعنی اینکه پیک باشه، دایموند باشه و پشت سر هم باشه 5 6 7 8 9، این میشه استریت فلاش. و اما قوی ترین دست پوکر رویال فلاش که من کلا تو این 9 سال 10 سالی که پوکر دارم بازی میکنم 1 بار برام اتفاق افتاده این دست رو بگیرم. خیلی آدزش کمه، پشت سر هم باشه، یک رنگ باشه و از 10 تا آس باشه. این اتفاق اگر تو کازینو بیفته براتون روی تیبلایی که با دیلر دارین بازی میکنین، اگر رویال فلاش بزنین نسبت به هر کازینویی یه جورایی جکپات زدین، بخاطر اینکه یه جایزه خیلی بزرگی حدود 700,000 دلار بهتون میدن اگر روی تیبلایی که با دیلر بازی میکنین بزنین، نه تو کازینوی معمولی، تو پوکر معمولی. تو قسمت بعدی توضیحات کاملتر رو براتون میذارم، اینکه چه رنجی باید بازی کنیم، رنج اصلا چی هستش، چه کارت هایی رو باید بازی کنیم، چه زمانی باید فولد کنیم، چه زمانی باید بازی کنیم، بت کنیم، ریز کنیم، شرط بندی کنیم و آموزش های بعدی رو براتون به زودی میذارم. تا آموزش و درودی دیگر، بدرود.